امام صادق علیه السلام فرمود من زار قبر الحسین علیه السلام فی کل جمعه غفر الله له. البته اولا خدا میبخشدش، ولم یخرج من الدنیا و فی نفسه حسرت منها، از دنیا نمیره در حالی که حسرتی از این دنیا به دلش باشه. و کان مسکنه مع الحسین ابن علی علیه السلام، همسایه امام حسین علیه السلام میشه. نزدیکترین جا برای کسی که از حرم دوره برای زیارت ابی عبدالله علیه السلام بالا پشت بوم خونهشه. آقا فرمود برو بالا پشت بوم خونه‌تون، اول سمت راست نگاه کن، بعد سمت چپ رو نگاه کن، بعد آسمون رو نگاه کن، بعد رو به کربلا بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. این طرز زیارت از دور ابی عبدالله علیه السلام. من زار قبر الحسین علیه السلام فی کل جمعه